فروردین نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. بعد نماد ستاره آمده، یک شانس دوباره در مسیر زندگیت قرار میگیره. خیلی مراقب باش که از این شانس دوباره استفاده لازم رو داشته باشی. شانس‌های زیادی رو توی مسیر زندگیت از دست دادی. نمیخوام بگم این شانس آخرین شانس زندگیت، اما یکی از مهمترین هاست و میتونی با این شانسی که سر راهت قرار میگیره خیلی از شکست ها و مسائل منفی گذشتت رو جبران کنی. فروردینی هستی و توی حروف اسمیت حرف سین، دال، واو، الف یا ر هستش. دارم برات خوشحالی احساسی رو میبینم. اگر نیت ازدواجی داری و روی یک مسئله داری پافشاری میکنی، یه خورده صبر برات بهتر هستش. اردیبهشت نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. اردیبهشتی یه شخصی رو میبینم که سالیان سال انگار اذیتت میکنه، یا خودش یا قضاوتاش یا انرژیش، و هر حال در مسیر زندگیت این انرژی و این آدم چرخیده و همیشه یه انرژی منفی رو به شما و زندگی شما داده. جالبه. حالا چی رو دیدم که میخوام اینو بهت بگم؟ انگار یه تیر غیبی زندگی این آدم رو نشونه میگیره. خب نمیخوام بگم که حالا بلایی سرش میاد یا اتفاقی براش میفته، اما این انرژی منفیش روی زندگی شما قطع میشه خوشبختانه. روی مسائل احساسی دارم میبینم چشات قلبی شده، شریک احساسی تو میبینی، با هم صحبت میکنین، یه خوردم دعوا دارید توی این دیدار، اما در نهایت کنار هم خوشحالید. خرداد نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. خردادی دارم میبینم یه خورده ذهنت پریشان شده، افکار منفی داری نسبت به شخص یا اشخاصی که دور و برتن، یا حتی ممکنه توی رابطه احساسیت از کیس احساسی دور باشی و باعث شده که این دوری خورده از خاطرات خوبت فراموش بشه. دائما داری به خاطرات بد فکر میکنی و اینکه حسهای بدی رو داری تجربه میکنی. سعی کنین افکار منفی رو کنار بذاری، چون ممکنه خدایی نکرده حتی به سلامتیت آسیب بزنه. در آینده نزدیک متوجه خواهی شد که بخش بزرگی از افکار منفی پوچ و اشتباهه. رشد مالی رو دارم برات میبینم، خصوصا اواخر برج 4 دارم میبینم که 2 تیکه پول متوسط و درشت دستت میرسه که میتونی باهاش یه معامله بزرگتر رو انجام بدی. تیر نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. دارم میبینم که قصد شروع یک کاری رو داری. این کار خیلی مجزا از کار اصلیت نیست، ممکنه شاخه‌ای باشه از کار اصلی خودت، اما روش یه خورده شک و شبهه داری و خیلی هم دست میکنی. یه خورده سعی کن با سرعت بیشتری کار مورد نظرت رو پیش ببری. در آینده همین کاری که میتونه کار دوم باشه که زیر مجموعه کار اولته بسیار بسیار به دردت میخوره و به نفعته. روی مسائل احساسی هیجانی داری عمل میکنی. ببین چه از دوست داشتن میخوای بگی، چه از تنفر میخوای بگی، چه از فاصله میخوای بگی، چه از دیدار میخوای بگی. سعی کن با عجله و شتاب و هیجان بیش از اندازه نباشه. یه خورده فکر بکن، گاهی اوقات مغز یه سری بازی ها با ما داره و باعث عجله در قضاوت میشه. مرداد نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. پولی با عدد 19 دستت میرسه، امیدوارم که میلیارد باشه. پول خوب، خیر و پربرکتی هستش. یه غمی از دلت پوچ یا کمرنگ میشه. روی مسائل احساسی دارم میبینم که وارد یک بحث و چالش میشی و در نهایت متوجه میشی که این بحث و چالش کاملا بی‌مورد بوده. روی مسائل کاری مالی دارم برگ برنده رو برات میبینم. نماد شبدر برات آمده که نماد رشد مالی هستش. تصمیم داری کاری رو انجام بدی، یه جورایی انگار تردید داری، شک و شبهه داری، سر دوراهی موندی انجامش بده. خیره انشاءالله. دعوت میشی به جایی توسط یک دوست که برات عالی هستش. دارم میبینم مسیر احساسی کاری مالیت به واسطه این دعوت روشن میشه.
شهریور نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. یک سنگینی ازت دفع و رفع میشه. ممکنه یک کار دعایی چند وعده پیش گرفتی، با خودت نشستی فکر کردی کار تأثیری نداشته و تأثیراتش رو توی همین ماه تا ماه تولدت به شدت و با قوت میبینی که بسیار خیر هستش. روی مسائل احساسی خورده کش و قوس دارم برات میبینم، بهتره که مراقب باشی روی مسائل احساسی، ریسک نکنید. دیداری دارم میبینم که این دیدار ممکنه یک دیدار اتفاقی باشه اما در نهایت میتونه برات خوشایند باشه. خرید و فروش وسیله نقلیه رو دارم برات میبینم که بهتره با سرعت انجامش بدی. مثلا اگه میخوای وسیله نقلیه یا حتی گوشیت رو عوض بکنی بلافاصله یا توی 1 یا 3-4 روز باشه که اینطوری بیشتر به نفعت. تقاضایی از کسی داری که مثبت جواب. مهر نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. خب سفید شدن بخت و طالع رو دارم برات میبینم. از یک قضاوت، از یک تهمت، از یک شکست، یک قضاوت ناروا، یک تهمت ناروا بیرون میای. حال دلت خیلی عالی میشه. سربلند شدن رو دارم برات میبینم. اشخاصی که اطرافت بودن و قضاوتت کردن، یه جورایی وایب منفی بهت دادن، حداقل پشت سرت این کار رو کردن، ممکنه به گوشت رسیده، دارم میبینم که این وایب منفی ازت دور میشه. متوجه میشن که برای هر چیزی که جنگیدی، حالا عشقت بوده، احساست بوده، کارت بوده، رابطت بوده، اینا پشیمون میشن که قضاوت عجولانه کردن. مهرماهی هستی و توی حروف اسمیت میم، الف، لام یا ه هستش. دارم یک برد بزرگ رو برات میبینم. تغییر ظاهر یا دکوراسیون منزل برات مبارک. با نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. دارم یک حمایت برات میبینم. این حمایت میتونه یک حمایت مالی یا کاری باشه از جانب آقایی که توی حروف اسمیش میم، ی، دال یا الف داره. آقایی که میتونه قد بلندی داشته باشه، موهای پر و یک ریش جوگندمی. این حمایت میتونه در راستای مسائل کاری، مالی، خرید و فروش و مسائل این شکلی باشه که میتونه در حال حاضر خیلی بهت کمک بکنه. روی مسائل احساسی دارم یک دست و پا زدن، یک تقلا کردنی رو دارم میبینم که خارج از اندازه، بیش از اندازه هستش، برای توجیه کردن رفتاری که در گذشته داشتی یا حتی اشتباهی که در گذشته داشتی و یه جورایی ثابت کردن خودت که داری میگه این جواب نمیده. بهتره یه خورده فاصله بگیری، شریک احساسیت رو در تنگنا قرار نده. آذر نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. خوشحالی از صمیم قلب رو دارم برات میبینم. انگار بعد از مدت ها میخندی. ببین عزیزم، دارم میبینم که انگار یک موش که نشان دهنده یک مزاحمه، یک کسی که هر کاری میکنه که روحیت رو، زندگیت رو به هم بریزه، داره از زندگیت دور میشه و این خیلی عالیه. شمع روشن برات میبینم به معنی حاجت روایی هستش. نگران یک همخون یا اولادت هستی، نگرانیت پوچه. روی مسائل کاری، مالی یه خورده تنبلی دارم برات میبینم. بهتری خورده بیشتر تلاش بکنی، افکار منفی رو هم رها بکنی. از کسی که توی حروف اسمیش الف، میم، کاف یا نون هستش دارم برات خبر عالی میبینم. دی نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. یک خوشحالی دارم برات میبینم. این خوشحالی در مورد همخون یا اولادت هستش. فوق‌العاده خوشحالت میکنه از صمیم قلب. یک لبخند روی لبت میاد. روی مسائل احساسی دیدار با تأخیر یا بعد از مدت ها رو دارم برات میبینم. روی یک مسئله یا به شخصی یا به موضوعی بدبین شدی. این بدبینی ممکنه یه خورده برات تبعات یا مشکلاتی داشته باشه. سعی بکنیم بدبینی رو دور بریزی چون درست هم نیست. از کسی که حروف اسمی علی رو داره، ببین نمیگم اسمش علیه، ممکن اسمش علی باشه یا حروف اسمی علی رو داشته باشه، دارم میبینم که یک راه خیر برات باز میشه. قصد انجام کاری رو داری که انجامش بده، خیره، به نفعته. انشاءالله یک جابجایی کاری، مالی یا انتقالی کاری رو دارم برات میبینم، خیره انشاءالله.
بهمن نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگیت ذکر یا نور رو کامنت کن. برای مجردین و غیر متعهدین عزیز بهمن ماهی، ورود به یک مرحله تعهدی احساسی و ازدواجی عالی رو دارم میبینم. این یعنی چی؟ یعنی اول وارد یک مرحله احساسی میشی به امید خدا و میبینید که با همدیگه بسیار جفت هستید از لحاظ مسائل احساسی، رفتاری، گفتاری، کرداری و خیلی هم عالی هستش. دوستان عزیز بهمن ماهی که قصد خرید ماشین رو دارید، دارم میبینم که امسال یه ماشین خوشگل و جمع و جور زیر پاتون انشاءالله. یک مال غیر منتظره به دستت میرسه، یک مال غیر منتظره از سمت یک دوست، یک عشق، یک برادر. اسفند نیت کن و برای روشن شدن مسیر زندگی ذکر یا نور رو کامنت کن. تا 2 وعده آینده، 2 روز یا 2 هفته یا 22 دارم برات خوشحالی رو میبینم که در 2 بعد هستش. بعد احساسی بدون برگرد برات آمده که یک برد احساسی داری، خوشحالی احساسی داری و در مسائل کاری، مالی یا خرید و فروش، یکی از این دوتا، یعنی یا کاری مالی یا خرید و فروش، هر کدوم که نیتته. و این که دارم میبینم فوق العاده در معرض چشم زخم هستی. سعی کن از صدقه، عقیقه، شمع تراپی، حالا تخم مرغ شکستن، مسائل این شکلی دور نشی. حتی دارم ببینم که انگار چشم خودت برات شور آمده، یعنی تا ذوق میکنی بابت چیزی خدایی نکرده میبینی اون اتفاق خراب میشه، یه خورده چشمت قوی آمده. روی مسائل کاری مالی یک طلوع دوباره برات هست.